السلام علیکم شنوندگان عزیز و خوانندگان محترم. ما با همراه شما امروز دویر با نوباروبری‌های ریاکسیونالی معلومات پیشنهاد میکنیم با شما. برای اینکه ما امروز نوباروبری‌ها رو با همراه شما گذاشتیم، یعنی نوباروبری سیازوی کوادراتیل دیدیم. اکنون نوباروبری‌های ریاکسیونالی می‌بینیم. در درس‌های گذشته ما با همراه شما درباره معادله‌های ریاکسیونالی هم صحبت کردیم که امروز ما از همین نوباروبری‌هاش می‌بینیم. نوباروبریش هم اصلا هم رنگ معادله‌های ریاکسیونالی بود، چیزی که ما برای شما گپ زدیم که درس‌های گذشته که ما نوباروبری گفتیم که معادله‌ای که در آن نامعلوم در زیر علامت ریشن باشد و هسته معادله‌های ریاکسیونالی در اینجا هم همون مانند، یعنی ما نوباروبری هم همون معادله‌ها فقط بجای علامت برابری علامت نوباروبری است. چیزی که درس پیشین گفتیم اینجا هم با علامت یکمش علامت خرد است. اکنون هم 4 تا علامت میشه از خرد، کلان، خرد یا برابر، کلان یا برابر. اکنون برای اون که همین علامت خرد در اینجا گذاشته شده است، شما با سوهای اول سوهای معنی همین فوده را باید دانید. ما گفته بودیم که سوهای معنی همین فوده همه عددهایی میشوند که وای از نول بزرگ یا با نول برابر است. یعنی معلوم است که همین سوهای با سوهای معنی فقط همه عددهای داخل میشود که از نول کلان باشد یا که با نول برابر باشد. یعنی ایکس ما باید که از مینوس 4 دیده بزرگتر باشد. یعنی که از بس که ایکس ما از نول بزرگتر باشد شدنش در کار این بسوهای معنی و متعلق است. ما همین نوباروبری داشته رو هر دو طرفش برای اینکه ما علامت ریشه کوادراتی بزرگتر ما با کوادرات می‌بندیم. یعنی هر طرف نوباروبری رو با یک عدد ضرب زده میتونید، با یک عدد لیکن عدد اگر منفی باشد هر طرفش ضرب زنیم علامت نوباروبری با مقابلش عوض میشود. هنگامی با درجه برداشتن حالت تغییر نمی‌یابد اگر حالت ما درجه ما جفت باشد. اناکنون در اینجا با کوادرات برداریم x پلس 4 باقی میماند، خورده 9 میشود. اگر x رو گرفتن شیم چیزی که معادله حل میکردیم علامت خورد رو مینویسیم 9 مینویسیم طرح 4 یا که x میشود خورده 5. اگر x خورده 5 اگر در تیر نشان دادنی شویم، اگر این نقطه 5 باشد این نقطه 0 باشد x خورده 5 این در نظر این طرف، لیکن 5 باشد 5 نمودید وای می‌نویسن که 5 تعلق ندارد. برای همین جواب همین می‌نویسن که مینوس بیاخری تو 5 ما بازید با یگان چیز دیگر دقت ندادیم، چون که با دیگر چیز دقت ندادیم با اون لحاظ که ما نوباروبری رو حل کردیم همین حلش یافتیم. اکنون حل نوباروبری رو با حل خودی سوهای معنی هرچه مقایسه کرده به خلاصه یگانه می‌بینیم. اگر باشد که این نقطه 0 باشد ما حل نوباروبری رفتیم که از مینوس 4 کلان است. اگر مینوس 4 اینجا مینوس 4 باشد و مینوس 4 متعلق باشد یعنی مینوس 4 باشد، اگر این مینوس 4 اگر ما باشد که این طریق نشان دهیم که همین سوهای معنی نوباروبری ریشه ما خود همین باشد، در این مورد ما حل ایشان میتیم که حل از کجا باشد. حل یعنی این گفته که مینوس بیاخیر تو 5 یعنی مینوس بیاخیر تو 5 ما اینجا 5 داریم 5 اینا 5 ما فرض کردیم اینجا در 5 اینجا 5 این رقم 5 ما این طرف میگیریم این طرف بیاریم. اگر ما اگر اینا باشد که اشتراک کرده انا طریق خط کشته راییم اگر نگاه میکنیم که حل ما حل نوباروبری ما ای مینوس 4 تو نقطه 5 میشده است. 5 میشده است و لیکن 5 قبول نمیکرده. این واسه نقطه مینوس 4 ما مینویسم، مینوس 4 مینویسم، 5 مینویسم این خیلی، لیکن ما باید که همین دورچه‌ای که مینوس 4 دارم همین توضیح کنم که همین نقطه رو قبول میکنند، یعنی از مینوس 4
تا 5 قبول میکنن. ما اگر با شرطی که همین حالت تستی کار کرده باشم و جواب را مقایسه کنم با همین جواب گشتن میرم. بینید بچه‌ها که ما در وقت حل کردیم اومدیم همه حالا دیدیم نوبرابر حل کردیم دید حلش یفتیم -3 تا 5 در اینجا حل کرده یفته بودیم در بالا حل کرده یفته بودیم این گفتنی گفت که -4 تا +2 بیاخیر حلش میشه این حل میشه لیکن دو تا حل یفتیم و در آخر حل دیگر نوشتیم -4 تا 5 نوشتیم. این که سببش در اون است که ما کوشش با اون کردیم که مثال ما با حلش حل درستش معین کرده تمام. اکنون ما باز شما خواهیم باز یک مثال دیگر را بگیرم علامتش برعکس فرض کردیم که مثال ما هم خیلی نمود دارد dx + 1 کلون 2 مثالی که پیشینه کار کرده بودیم در اون مثال خوردی 3 بود اینجا کلون 2 است. برای این ما پیش از اون که کار کنیم با سوهای معنی میکنیم سوهای معنی رو میکنیم سوهای معنی فودر یعنی همین باید که dx جمع 1 من باید از 0 کلون شود یا با 0 برابر. من همین x اینجا معین کرده میوام که x با چی برابره x کلون یا برابر میشه 1 این طرف برام -1 میشه بعد 2 تقسیم کنم -1 تقسیم 2 میشه. همین -1 تقسیم 2 ما کلون یا برابر این -0.5 است. اگر اینا ایشون دادنی شود از بس که 0.5 قبول میکند مینویسم 0.5 تا +2 بیاخری این خیلی میشه کلون. لیکن همین اگر در تیر نشون دادنی شود تیر هم میکشم مینویسم که این نقطه 0 باشد این نقطه را اگر -0.5 گیرم حل ما این طرف میشود این طرف سوای معنی ما میشود. لیکن با اتمام نمیرسد حل ما حل یافتن حل مثال ما نو سر میشود. همون مثال رو از سر نو مینویسیم مثال رو مینویسیم از سر نو کلون 2 هر طرفش برای نیست شدن ریشه با کوادرات میبرداریم خیلی با کوادرات میبرداریم هر طرف میشه فقط از اینجا طرف چپش با کوادرات برداریم از زیر ریشه در dx + 1 اگر باقی میموند 2 را با کوادرات 4 میشود. از اینجا اگر dx یافتنی شاید این 4 تایی 1 میشود. از اینجا dx کلون میشود از 3 اگر x یافتنی شاید x کلون میشود 3 بعد تقسیم کنیم 1.5 میرسد. اگر ما همین 1.5 حلش نوشتنی شود من اینجا مینویسم که حل نوشتنی شود این گفتنی است که a1.5 که کلون است a1.5 تا +2 بیاخری را دوام میکنه. اکنون با همین حل گفتم با اتمام نمیرسه یعنی من جواب مثال نیامدم. برای اینکه جواب مثال ما کار کرده توانم همین حل در تیر نشان میدم در تیر این a1.5 تا +2 بیاخری نوشتم. من همین میستم نمی‌نویسم a1.5 تا +2 بیاخری رو اول کوشش میکنم که سوای معنی را کشم. یعنی اینجا 0.5 بود من 0.5 که بود این نقطه را 0 میگیرم این نقطه را 0.5 میگیرم من همین 0.5 چیزی که نشون داده بودم نشون میدم. اینا بگو که این 0.5 این طرف این طرف 0.5 یعنی این سوهای معنی است. اکنون سوهای وقتی حل کردیم و نوبرابری دیگر یافتیم 1.5 بود. اکنون 1.5 ما فرض کنیم اینجا 1.5 باشد 1.5 باشد. لیکن 1.5 این درجه که همینجا میکشیم نشون میدیم اینا قبول نمیکند خود 1.5 این a1.5 کلون است. a1.5 که کلون باشد ما این طرف انتخاب میکنیم. بینید اگر این طرف انتخاب کنیم نگاه کنیم این حل بجور میشه حل میشه در a1.5 تا +2 بیاخری را این و حلی معترض داشته یعنی در اینجا وقتی حل کردن ببینید همین حلی که نوبرابری را اینجا دچار شدیم. ممکن که شما بگید که معلم وقت حل کردید شما همین حل آخر میشده است که جوابی بوده اومده میتونست است اومده لیکن مثال شما در وقتی در جواب تستی نگاه میکنید ممکن 1.5 نباشد ممکن 3 تقسیم 2 نوشته باشه یعنی عدد 1/5 رو با نمود دیگر عدد تصویر کردنشون ممکن است. برای همین بعضی حالت می شود که همین حل ما برای شما
همین نموده چور میشه باز ما اکنون حالا کرده اومده سودیمو لیکن ما نگاه نکردیم که آیا که اون چیزی را که ما قطعی شما نوشتیم یک سنجیده برآمدن نکنه که نوشتگی ما درست است درست نیست برای درست و نادرست نوشتنش سنجیده نکنه که در حقیقت همین نوشتگی ما در تحقیق سیم قطعی شما نوشتیم ممکن که خطا باشد برای که خطا بودن نبودن شدن ما هم فاصله را در خود نوبروبری سنجیدن مونده کنه که در حقیقت همین نوشتگی میشود و نمیشود برای این من با شما تکیه میکنم که همین افاده که من در اینجا نوشتم همین افاده برابر 3 تقسیم 2 پیروسی بیاخیر هم نوشتم میکنم من همین افاده یکون عدد میگیرم ایکنیم 2 کلمه 2 را میگیرم 2 را میجا گذارم اگر سنجش کنم 2 را گذارم من بجای ایکس 2 میگیرم 2 را گذارم اینجا میشه ریشه 2 ضرب 2 پیروسی 1 میشه این برابر ریشه این 5 میشه ریشه 5 تخمینی یکون عددی فرض کنیم 2 از 3 هم که برای این 2 از 3 ما از این 2 کلون است این معلومه که کلون همین طرف ما همون داخل عدد را گرفته ما با جوابی مثال خودمون روشنی می‌اندازیم که همین جوابی مثالی که ما قطعی شما کار میکنیم باید درست است این هم شما قطعی یک تا خورد کار کردیم یک تا کلون بینید اینجا خورد بود کار کردیم اینجا کلون بود میتوند که مثالی ما اینجا خورد یا برابر 3 شود اینجا کلون یا برابر 2 شود هنگامی کلون یا برابر 2 شدن کم تا شکل نوشت ما تغییر می‌یابد یعنی اینجا کلون یا برابر شدن همین نوشت ما که در پایین نوشتیم کلون نوشتیم اگر این علامت یکنیم رو قبول کردن میشه اگر اینجا کنیم حل کنیم اینجا این x خوردی 5 است 5 قبول نمیکرد اینجا 5 قبول میکنه یعنی علامت 5 این طرف من علامت کوادراتی مینویسم حالا ما با شما باز پونکت دیگری همین مثال شما باید مثال کم اندک مشکل‌تر شد انتخاب بکنیم همین مثال بدگیره و این مثال رو مقایسه کرده دست خود باید این موضوع جمع بست میکنیم و مثال باقی مونده که در همین بابی همین کتاب نشان داشته است همش مثال حل شونده اون کوششی را کنده کن که مثال رو کار کرده با دانش گرفتتون زیادتر کنید این x پلوسی 59 است x پلوس 59 خورد x پلوس 3 است ما برای اون که مثال داشته رو حل کنم من کوشش میکنم که اول مثال رو نویسم که مثال دودگی ما کدام حالت میشه ما پیش از همه سوال معنیش میگم که x در این مثال ما کدام عدد باشد در طرف راست بجای x کدام عدد یا نویسه میشه لیکن در اینجا طوری نمیاد ما باید که همین x هم بدونیم که از بس که ریشه کوادراتی x پلوس 59 باید که اینو کلون شود یا با 0 برابر شود اگر از اینجا x یافتنی شود این گفتنی اگر x کلون یا برابری مینوس 59 اگر اینا در تیرشون بده نشون بده ما اول مینوس 59 را اینجا مینویسم انا اینجا نقطه 0 را انتخاب میکنم حل شون میکنم که حل همین سیستم ایمو انا میجه یعنی حل ما میشود مینوس 59 تا پلوسی بیاخیر تا پلوسی بیاخیر میشه یعنی حل که از بس که مینوس 59 تا پلوسی بیاخیر ما نوشتیم اکنون ما خود مثال را حل میکنیم x پلوسی 59 را مینویسیم ریشه قطعی خورد مینویسیم x پلوس 3 چطوری که ما میدونیم برای ریشه رو از ریشه آورده شدن ما هر طرف معادله رو با کوادرات میبرداریم خوردی اینا با کوادرات برداریم میشود x پلوسی 3 در کوادرات میشود اینا ریشه کوادرات نیست میشود میموند x پلوسی 59 میموند خوردی x پلوس 3 در کوادرات این اگر با کوادرات برداریم میشود x کوادرات پلوس 6x
x کوادرات می شود پلوس 6x پلوس 9. اکنون ما نگاه کنیم اگر در طرف راست ما مونده شده است x پلوس کوادرات پلوس 6x پلوس 9 در این طرف x پلوس 59. من همون طرف راست خودش می نویسم x کوادرات پلوس 6x پلوس 9 را می نویسم. از طرف چپ و طرف می برم x او طرف برم مینوس x می شود مینوس 59 می شود. نگاه کنیم این کلون بود این هم میسیم کلون اینو اکنون اینجا اصلاح کنیم اگر این می شود x کوادرات می شود از 6x اگریم اگر میموند 5x از 59 اگریم میموند 50 کلون اینو. اکنون برای اون که ما حل کرده توانیم شما چطوری که شما میدونید ما برای حل کرده توانستن همین مثالی ما شما میدونید که این در طرف ما سیاه‌زوگی کوادراتی رو حاصل کردگی ما این سیاه‌زوگی کوادراتی ما باید که کاری کنیم که سیاه‌زوگی کوادراتی رو بازرگانداش بکنیم. می‌بارم ما همین سیاه‌زوگی را کوشش میکنیم که بازرگانداش بکنیم. برای این من همین سیاه‌زوگی رو در نمودی برابر نول کرده می‌نویسم سیاه‌زوگی رو برابر نول میکنم و همین رو برابر نول کرده همچون مدل کوادراتی دیسکریمینانتی مدل حساب کرده میرم. دیسکریمینانتی همین مدل برابر با b کوادرات مینوس 4a s میشود این برابر میشود اگر با جای b اومده است 5 با جای b 5 یعنی 5 در کوادرات میشود مینوس 4 فرمولا را مینویسیم با جای a اومده است 1 با جای s اومده مینوس 50 این برابر میشود 5 در کوادرات ما 25 میشود 4 کرده 50 ما 200 میشود این مینوس و مینوس 200 را بین میکنم 225 میشود. اکنون x یک در اگر نوشتنی شود این برابر میشود 5 b ما که پلوس بود مینوس 5 میشود پلوس و مینوس ریشه 225 میشود تقسیم 2 ضرب 1 میشود. از اینجا من بنویسم مینوس 5 پلوس و مینوس این میشود 15 در کوادرات تقسیم 2 یعنی x یک ما برابر میشود مینوس 5 و مینوس 15 20 مینوس 10 میشود x دی ما برابر میشود 15 5 گرم 10 این 5 میشود یعنی ما قطعش ما x یک دو را یافتیم. اکنون بازرگانداش رو میکنیم سیاه‌زوگی را. اگر این سیاه‌زوگی را بازرگانداش رو کنیم یعنی سیاه‌زوگی ما x کوادرات پلوس 5x مینوس 50 ما این برابر است با یک نمی نویسم دیگر x طرحی 10 با x طرحی 5 برابر اینجا میشه x جمعی 10 x طرحی 5 x طرحی 5. اکنون معلوم شد که سیاه‌زوگی که ما قطعش ما وزیر نوشتیم ما میتونیم که نوبرابری مونا در نمودی ظاهر نویسیم یعنی نوبرابری مونا من میتونم که نویسم x پلوس 10 x مینوس 5 اکنون بلوده که از بس که اینجا با کلون بود می‌نویسیم کلون نو. اکنون این نوبرابری رو درس پیشینه ما قطعش ما حل کرده بودیم که برای اون که این نوبرابری دو شده حل کرده شود در تیر عددی یعنی x پلوس 10 و x مینوس 5 نشان دادن نکن که کلون یعنی حالت یکمی که می شود این که کلون که هست هر دو حالت ها شدنش میکنه می شود که همین x پلوس 10 هم کلون نول است و x مینوس 5 هم کلون نول است. اگر این هر دو حالتی بدگی اگر ما x ها یافتنی شود x کلون مینوس 10 می شود و اینجا x کلون 5 می شود یعنی این گفتنی گفت که اگر ما در تیر روز نشان بدیم برای معین کردن حل مثال ما این نقطه را 0 انتخاب کنم این نقطه را مینوس 10 انتخاب کنم این نقطه را 5 انتخاب کنم اگر برای حل یافتن این گفتنی گفت که
x از 5 کلون است این طرف x از مینوس 10 کلونه. اگر من خیلی خط کشم میبینید دو جدا بریده میبرد. این گفتنی گم که حل ما میشود i5 تا پلوسی بیوخیر یک حل. اکو دویمش هم میروبم با گجوده حل میشود. یعنی همین سیستم ما همون وقت همین حاصل ضرب معین است که اگر x پلوسی 10 خوردی نول باشد و x مینوسی 5 هم خوردی نول باشد. اگر از این جو ما x رو هر دو نوبروبری بیوم این مینوسی خوردی مینوسی 10 میشود. اینجا x کلونی 5 میشود. یعنی اگر ما برای جو بیفتن ده تیر با نشونتی هم اگر این نقطه نول باشد این نقطه مینوسی 10 باشد این نقطه 5 باشد اگر 5 باشد. این گفتنی که اینجا از 5 کلون گفته این طرف انتخاب کنم این مینوسی 10 خورد گویم اگر این طرف انتخاب میکنم. یعنی بینید در اینجا این نمودی نوبروبری ما اینجا حل ندارد. بنابراین ما در اول مثال کارکردگی ما گفته بودیم ساحه معانی گفته بودیم. همین ساحه معانی را در اینجا تصویر میکنیم. گفته بودیم که حل ما ای مینوسی 59 تا پلوسی بیوخیره. ما مینوسی اگر مینوسی 59 گفته این نقطه را مینوسی 59 گیریم و گوییم که ساحه معانی ما این طرف این طرف ساحه معانی ما همین طرف باشد. اگر این باشد ما حالی همین حال همین نیستیم. حالی ما به دست از 5 تا پلوسی بیوخیره. 5 ما این نقطه را اگر 5 باشد اینجا 5 باشد اونگاه حالی ما از 5 این طرف میره. یعنی همین حالی که ما در بالا معین کردیم ما میتونیم که نویسیم که در جواب مثال که 5 پلوسی 5 تا پلوسی بیوخیری حالی به حالی مثالی داده شده مشتق می‌نماید. این است حال رو همین حالی کردگی ما را میتونیم که در جواب مثال در کتاب نگاه کنیم در کدام رقم صفحه پونکتی A دای B دای W دای نوشته شده است. ما معین کنیم در حقیقت حالی ما همونش مثال میخواد. من این از در کتاب شما نگاه کردم جوابای A B S D Y یعنی در Y از 5 تا پلوسی بیوخیر میره. با همین درس امروزه ما اویدی حالی نوبروبری ایراسیونالی با اتمام رسید و اگر اون سوال باید شود میتونید که در کامنتارتون با من درج نمایید. تشکر با دقتتون.